در رژیم گذشته همه همت ها و توجه ها این بود که آدم خانه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، روابط خوب داشته باشه با مراکز قدرت و زرق و برق ها زندگی رو داشت راه میانداخت. امروز برعکس شما میبینید که ارزش ها در جامعه عوض شده. دیگه امروز لباس اتو کشیده و ماشین پر زرق و برق و ماشین گنده‌تر و خونه گنده‌تر و حتی پست بزرگتر و اینها هیچ یکش دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان تو جامعه ما نیست. یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او را از زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه بالعکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی‌ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی